سلام و درود به همه عزیزان. به کانال خودتان خوش آمدید. در این کانال قرار است داستان‌های عبرت‌آموز اسلامی نشر شود. پس لطفاً برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید. داستان امروز داستان مردی است که مورد خشم خداوند قرار گرفت. داستان واقعی مردی که در اوج جوانی مورد خشم خداوند قرار گرفت. بزرگ میگوید بارها با مرد جوان و پرشور همنشین بودم. او از آن دسته مردانی بود که در نگاه اول توان و انرژیش تو را تحت تأثیر قرار میداد. 3 برادر و 3 خواهر بودند. این داستان عبرت‌آموز که امروز میخواهم برایتان بگویم مربوط به برادر بزرگ است. مردی با همه شور و قدرتش به خاطر بی‌توجهی که به والدینش نمود مسیر زندگیش به ویرانی کشانده شد. در سالهای آخر عمر پدرش او و همسرش در یک خانه با والدینش زندگی می کردند. پدرش بیمار بود، ناتوان و نیازمند محبت فرزند. اما غفلت، غرور و بی‌توجهی این پسر ریشه امید را در دل پیرمرد خشکاند. کمی نگذشت که پدر از دنیا رفت، مرگی که شاید میشد با اندکی توجه، محبت و مراقبت به تأخیر بیفتد. بعد از فوت پدر انتظار می رفت که او دست محبت بر سر مادر بگذارد و تکیه‌گاه دلش باشد. اما برعکس، مادرش مورد بی‌مهری قرار گرفت. روزها گذشت و او به جای قدرشناسی بهانه آورد همسرش ناراحت می شود. این بهانه کافی بود تا مادر در غربت و اندوه خانه را ترک کند و در گوشه تنها زندگی کند. فقط خدا می داند آن پیرزن چگونه به تنهایی زندگی می کرد و چه مشکلاتی داشت. سالها گذشت و من شاهد اشکهای آن مادر تنها بودم. اشکهایی که شب و روز جاری بود. بارها با این مرد صحبت کردم. به او گفتم اگر مادر را از دست دهی پشیمانیت زخم ابدی خواهد شد. اما گوشش بدهکار نبود. او ترجیح داد آرامش زودگذر خانه‌اش را به بهای شکستن قلب مادری بستاند. چند روز پیش او را دیدم. صورتش زخمی، بدنش در هم شکسته و قلبش آشفته بود. گریه می کرد و میان حقیقش گفت رفتم از مادرم عذرخواهی کنم. به او گفتم مرا ببخش. اما او بغض کرده بود. سکوت کرد و قلبم را شکست. حالا آرامش ندارم. ببین صورتم پر از زخم است. روحم هم در آتش پشیمانی می سوزد. اینجا باید بگویم این داستان درس زندگی است. اگر امروز قدر پدر و مادر خود را نمی‌دانی، دیر یا زود به همان جایی میرسی که او رسید. پشیمانی دردهایی می آورد که هیچ دارویی نمیتواند آن را درمان کند. خشم خداوند همیشه با بی‌مهری به والدین همراه است. شاید نه همان لحظه، اما روزی در اوج جوانیت به سراغت می آید. اگر در جوانیت نیاید، در پایان عمرت به سراغت حتما خواهد آمد. هیچ نعمتی بالاتر از پدر و مادر نیست. آنان دعاهایشان برایت بال پرواز است و آهشان می تواند زندگیت را به آتش بکشد. به خودت رحم کن. امروز اگر پدر یا مادرت زنده است، دستشان را بگیر، بر چشمانت بگذار و با تمام وجود بگو سپاس که هستید. بهشان توجه کن، محبت بده و قدردان تمام زحماتی که به تو کشیدن باش. یادت باشد زندگی کوتاه است، خیلی کوتاه‌تر از آن که کاری را که امروز میتوانی به فردا واگذار کنی. فردا شاید دیر باشد. همین حالا به آنان زنگ بزن، بغلشان کن، یا اگر دور هستی دست کم پیامی از محبت بفرست. نگذار لحظه‌ای برسد که مثل آن مرد جوان صورتت زخمی
و دلت خالی از آرامش باشد. حتی این را بدان که وقتی شخص پیر و ناتوان می شود نیازمند توجه و محبت است، مخصوصاً پدر و مادرت که سالهای سال از ایام کودکی تا جوانیت به تو محبت دادند. هیچ کس در این دنیا توانایی بستن درهای خشم خدا را ندارد مگر تو با احترام و خدمت به والدینت. تشکر از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً ویدیو را لایک کرده و برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این کانال ما را سابسکرایب کنید.